بچه ها سلام. بعد خیلی مدت ها، بعد یه مدت خیلی طولانی اومدیم با یه ویدیو جدید آموزشی. من کارن گیمریکس هستم و قراره توی این ویدیو بچه ها یه بازی مد شده خیلی خفن و کلاسیک رو براتون آوردم که مطمئنا عاشقش میشین. بچه ها بازی استریت آف ریج 4 رو برای گوشی آوردم، اصلا به نازم حرف نداره. مدمنو داره، خودتون میتونید مودشون خیلی فعال کنید و مکس و استیلو ببخشید مکس و استیل و شیوا هم که توی نسخه اصلی قفل هستن در این نسخه بازن و استار موواتون یا همون قدرتیاتون هم بی نهایت، خودتون میتونید غیر فعال کنید و این سه تا کاراکتر رو بازن و میتونید برید بازی کنید و عشقا صفا سیتی بندر عباس خیلی بازی خفنیه، خیلی بازی قدیمیه. ممنون از سگا که این بازی رو ساخته بود و حالا نمیدونم که فکر کنم فایل من از فارس روید این بازی رو براتون دانلود کردم. لینک دانلودش رو توی کانال تلگرام میذارم، پس حتما به کانال تلگراممون سر بزنید. لینکش این پایین توی توضیحات ویدیو هستش. پس بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو. Here we go. دوستان ببخشید من بعد رکورد ویدیو متوجه شدم ویدیو صدا نداره، پس تصمیم گرفتم خودم رو ویدیو صدا کنم. خب این منو بازی، اینم از مود منو. تو این دوتا گزینه رو خاموش کنید که بازی براتون مود نباشه و به صورت معمولی بازی کنید، ولی حتی اگه این کارم بکنید باز هم اون سه تا کاراکتر استیل و شیوا و مکس هم برای شما بازن. خب رفتم استوری، میام بیرون استیت سلکت، مثلا اینجا من خیلی دوست دارم نگاه کنید مکس و شیوا و استیلو اگرم خاموش کنید اون گاد مود و التیمیت استارز رو بازم اینجوری هستش. حالا من چون انقدر این بازی رو رفتم همونطور که میبینید به چیزای نسخه قبلی هم بازشون کردم، سور اینا رو خب بازشون کردم و پس سور که نداریم. حالا خیال من همین مکس رو میخوام، بازم چیزش اومد سویش اومد. خب نگه میداریم وای میسیم بازی بالا بیاد، عالیه. خب دوستان بازم عذرخواهی میکنم، حتما توی ویدیو بعدی مشکل درستش میکنم، خیلی بعد ویدیو صدا نداره. خب یه چند تا انمی اینجا بکشیم. هیا دوستان همونطور که میبینید اونجا رو استار مووا نوشته که تو پایین استار مووا معمولا یه دونه استار موو دارید، البته مال من یه دونه نوشته ضرب 19 بی نهایته. خب حالا میریم ادامهش. این وای از این سیگنال ها انقدر بدم میاد، پرو از اینا بدم میاد، نگاه با لگت میان تو صورتت. هم یکی اینا هن، یکی اون سیگنال ها هن، یکی اون رابی و دایمند ها، اینا اون دخترها یهو با لگت میان تو صورتت. ولی از اینایی که اینجوری آتیش و اینا میندازن خیلی خوشم میاد. بله گن زدم. خب بلنش بزن مکس. هایا مردند، چقدر ضعیف. اوه چه زیادی. وای خب من دوستان نه سوتی ندم، درجه سختیشو گذاشتم روی ایزی، جونم میذاره زیاده واسه همین. حالا کلا بی‌نهایت دیگه، ایزی و غیر ایزی داره مگه بی‌نهایت جونه اون دوستان. خب دوستان راستی این لبخونی هم نمیتونم بکنم توی این بازی، از چیزه توی یه سری گوشی ها جواب نمیده. مثلا من گوشی قبلیم که نوکیا 1 و 4 بودش نمیتونستم این بازی رو اجرا کنم به سری دلایلی که خود گوشی یعنی نمیذاشت، ولی الان توی این گوشیم میتونم اجرا کنم، کاملا درست کار میکنه. و میبینید دیگه وقتی باگ کوچولویی برا من داره، امیدوارم برای شما نداشته باشه، که وقتی ولومو کم و زیاد میکنم دکمه های مثلا چی میاد، مثلا سلکت با اینتره، در صورتی که حالت عادی سلکت با گوه، بعد گور بزنی، دکمه گو اونجا هستش بزنی، رفتن رو بزنی، ولی مثلا دستم میخوره نمیدم میره روی یعنی ولومم کم زیاد میکنم چیزای کامپیوتر میاد برام. خب حالا اونو بیخیال زیادم مهم نیست، ولی امیدوارم برای شما پیش نیاد اینجوری. به چقدر وای من از اینا انقدر خوشم میاد، از این پلیسا که اینجوری شوکر دارن، مخصوصا این سپر الکتریسیتریا خیلی باحالن، بازی رو سختش میکنن دوستان. حالا ما این مرحله رو بریم، من زیاد حرف نمیزنم. بعد خب اینا رو هم بکشم. اینجا خیلی حال میده، نگاه کنید با تو موبر میدارم. آیا تخ اون میتره که دوتا روشن میشن، میتره که دوباره اون یکی روشن میکنه. دین استار موو بود آخری. خب میگیرمش. از این یارو هم بالن جوناتان اسمش. بعد این تفنگ دارا که مثلا معمولا او
خدا حافظ. سلامی دوباره. بای بای. خب بریم توی دیگه. کم کم وارد هواپیما شدیم. این پشتشه، این سندا هم همونان دیگه، نکنید سپرشون الکتریسیترن. خب داشتم بازم از میخوام، این صداش خیلی بد شد جدیدن اینجوری میشه. فکر کنم این اولین بار بود، نمیدونم چندمین بار بود، ولی خب دیگه خب بخیر. آی کلیک شدن. بمب تازه ترکید، هیچ کدومشون هم نمردن. حالا مهم نیست. لبخونی هم بلد نیستم بکنم که چه کاریه. اصلا نمیدونم اینجا دارم چی میگم، یادم نیست واقعا. خیلی بده اینجوری صدا نداره ویدیو، خدایی خیلی بده. البته دوستان من متوجه چیزی شدم که فکر کنم یه ذره تنظیمات رکورد گوشیم خراب بوده، فکر کنم ویدیو اینجوری شده و واسه همین ویدیو صدا نداره. خودم صداشو قطع کردم چون مثلا با هم فاصله داشتم. من وقتی تازه شروع کرده بودم داشتم قدرتی میزدم، صدای قدرتی زدنم میومد، رعد و برقای قدرتی مکس، ولی اونجا مثلا صداش میومد ولی زده نمیشد. وای دوستان میگن اینا میپرن دخترها بالا گرد میان تو صورتت، اینا رو میگم، از اینا خیلی بدم میاد رو مخن. حالا خلاصه یه سری انمیش دوستان جامپو با این اسپشال نمیدونم چی ما زدم، بعد اومدم بزنم دیدین دیگه هواپیما اینجوری میشه توی این استیج 11 که بعد مستر وایو بکشی اون برادر کثافت رو بکشی، اینجوری میشه. خیلی بالا هواپیما مثلا انگار میره بالا، شما بلند میشه. خب اینو هم با قدرتی دوستان. این استیج کارگوشه هستش، یه دختره تو سرش اسمش از نورا، یه شلاق داره، نکنید این ستا اونجا بودن، توی اینجا هستن، یعنی نورا. حالا مهم نیست دیگه. الان وارد اتاق باس فایت میشیم، آماده بشیم تا بریم این بکشیمش. گوشیم هم داغ کرد وای. خب اینم از این. نکنید دوستان چه دمیج زیادی میده. مکس لعنتی خیلی دمیج میده، خدای بهترینشون به نظر من مکسه. یکی مکسه با اکسلستون، این مکس و با اکسلستون و فلوید خیلی قوی هم به نظر من. شما کدوم سه تا از کاراکترهای این بازی رو دوست داری؟ من که این سه تا رو دوست دارم، مکس و فلوید و اکسلستون. خب فلوید همونیه که دستاش الکتریسیتریه اگه نمیدونید، یعنی دستاش مثلا کامپیوتریه. خب کشتیمش دوستان، یادم نبود، داشتم راجع به یه چیزی حرف می‌زدم. خب خدا بیامرزتت، آدم خوبی بودی ای مستر وای. خب اینا از این دوستان میبینید. البته من وبکمم جای بدیه، رنگ اس رو گرفتم چون خیلی مثلا استار موو اینا میزنی، رنگ اس رو بهت میده. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار، بای بای.